سلام دوستان، به کانال نکاتوپ خوش آمدید. انسان از روزی تولد شدنش به دنبال رکورد زدن و بهتر شدن نسبت دیگران بوده است. بعضی وقتها این بشری دوپا کارهایی میکند که غیر ممکن به نظر میرسد، اما با تلاش و کوشش آنها را ممکن کرده است. اگر شما از نداشتن موی سر و ریش آزرده گشتید، اگر شما خراب هستید و میخواهید فربه شوید و یا فربه هستید میخواهید خراب گردید، اگر شما خونکی دارید و در جایگاه رنج میبرید و میخواهید مردانگی خود را بقوت کنید، پس به شرکت ازیا مارکت زنگ زنید و داروهای گیاهی طبیعی را دسترس نمایید. سلامتی شما بایگری ماست. رقم ها در روی اکران. خب میرویم به سراغ مورد یکم. با سرعت حرکت کردن روی یک چرخ. اصلا حرکت کردن با یک چرخ موتورسیکل غیر عادی نیست و بیشتر پسران برای خودنمایی در نزد دختران این کارو کردن. اما بعضی ها مقصد خودنمایی و دختربازی ندارند و فقط برای شکستن رکوردها جانشان را در کف گرفته به کارهای خطرناک دست میزنند. این کار را بیشتری آدمان باور نمیکنند و فکر میکنند این بازی ها فقط در فیلم ها دیده میشوند. ماه آگوست سال 2020 این ورزشکار 28 ساله انگلیس در شمال انگلیا رکورد عجیبی گذاشت. جانی دیوید با سرعت 175 کیلومتر در ساعت با چرخ عقبی موتورسیکلش حرکت کرد. البته این با دیگر بازی ها فرق داشت، چون که جانی برای رول موتورسیکل نشسته بود و با 45 گرادوس نسبت به زمین موتورسیکلش را میراند. او توانست با 1.6 کیلومتر زیادتر حرکت کردن نسبت رکورد پیشینه آن را شکند. کسانی که با موتورسیکل یا ولوسیپد با سرعت بلند حرکت میکنند میدانند که کوچکترین اشتباه باعث می شود که موازنت نقلیات گم شود و باعث افتادن و حتی مرگ راننده می شود. جانی گفته است که وقتی برای شکستن این رکورد تمرین میکرد با سرعت 196 کیلومتر در ساعت هم رسیده بود، ولی متاسفانه از شانسی بد باشد یا از سختگیری داوران نتوانسته است که به نتیجه دلخواهش رسد. پریدن با ماشین. بیشتری رکوردهای عجایب با سرعت‌های بالا و باور نکردنی زده می‌شوند. اما شاید این ویدیوهای ما یگان تایش به مثل این صحنه جالب نباشند. سال 2011 تانل فورس ورزشکار و دارنده مدال طلایی مسابقات ایکس گیم با یک پریش 101 متر توانست رکورد پریش با ماشین چهارچرخه را بشکند. او با تمام سرعت روی پلتفرم یکم حرکت کرد و تا رفت سرعتش را زیاد کرده از آنجا بر روی پلتفرم دوم پرید. این حرکت طولانی ترین و بلندترین پریش بود که تانل توانست با این کار نامش را در تاریخ ثبت کند. رکورد پیشینه‌ای که تانل گذاشته بود با ارتفاع 9 متر و 44 سانتی متر بود که آن را شکسته رکورد نوش را گذاشت. هزاران نفر نمایش او را تماشا کردند و امیدوار بودند که به مقصدش برسد و سالم به زمین فرود آید. معلوم نیست که نقشه بعدی او چیست و باز چی رکورد خواهد زد. اریک وینیمر. بیشتری آدمان با وجود پیش آمدن شرایط خوب از انجام دادن بعضی کارها خود را عقب کشیده بهانه فراوان می‌یابند. در طول تاریخ هزاران کوهنوردان کوشش کردند بلندترین قله جهان یعنی اورست را فتح کنند. این کار یکی از سخت‌ترین کارهایی است که یک انسان می‌تواند انجام دهد و برای کردن این کار آدم باید در حالت روحی خوب قرار داشته باشد. اما داستان این مرد که قله اورست را فتح کرد باور نکردنی است. اریک وینیمر در وقت تولد یک نماد نارسایی در چشمش با نام شکفتگی شبکیه چشم داشت و این باعث شد که در سن 13 سالگی بینایی هر دو چشمش را از دست دهد. اما 25 می سال 2001 اریک توانست غیر ممکن را ممکن کند و با شرایط سخت این قله را فتح کرد. اریک وینیمر اولین فرد نابینا در تاریخ است که توانسته است این قله را فتح کند. سال 2017 هم یک مرد نابینای دیگر با نام اندی هالزر با اریک همراه شده آنها توانستند قله را فتح کنند و کار آنها نشان داده است که در دنیا هیچ کار غیر ممکن نیست. جیم ارینگتون. جیم ارینگتون پیرترین بدنساز دنیاست. این مرد 88 ساله تا حال در این ورزش فعالیت میکند و چنانی که میبینید از بیشتر جوانان بهتر وزن میبردارد. جیم ارینگتون در کالیفرنیا زندگی میکند و نبیره و عبیره دارد. در 22 مسابقه شرکت کرده در 16 تا آنها برنده شده است. او سال 1932 به دنیا آمده است و سبب موفقیتش را بسیار مشق کردنش نامیده است. جیم سختی‌های زیادی کشیده است اما هیچگاه پشیمان نشده است و به ورزش ادامه داده است.
جالبش این است که در مسابقه هایی که جیم اشتراک میکند بیشتری حریفانش از او 50 سال کوچکترند و به مثل نبیره هایش هستند. بلندترین بانجی جامپینگ جهان. این نمود تفریح خیلی ترسناک و هیجان آور است و برای انجام دادن آن دل و گرده به قوت در کار. بعضی آدمان این پریدن های بلند را دیده احوالشان بد می شود. تصویری که می بینید از بلندترین برج جامپینگ در جهان است. برج مکاف در چین بلندترین جایی است که می توانید از آن بپرید و زنده بمانید. بلندی این برج 1230 متر است و یگانه جایی است که شما به طور قانونی حقوق پریدن از آن را دارید. داستان این مرد هم خیلی جالب است. جی خاکت سال 1987 از برج ایفل بالا برآمده و وسایل لازمه را با برج بسته به طور غیر قانونی از آنجا میپرد. این کار او انقلاب در عرصه بانجی جامپینگ بود و خیلی طرفدارانش از این کارش الهام گرفته این بازی در سراسر دنیا رواج یافت. فیستیکی بندبازی یکی از هیجانی‌ترین و خطرناکترین ورزش هاست و بندباز برای موفق شدن باید تمرین و تلاش زیاد داشته باشد. بندبازها همیشه کفش‌های مخصوص را در وقتی کارشان می‌پوشند، اما این زن با نام فیستیکی یک بندباز حرفه‌ای است که با توفلی کبلکدار این کار را کرده است. بعضی‌ها با این نماد توفلی راه هم گشته نمی‌توانند، اما این زن با توفلی کبلکدار بندبازی کرده است. فیستیکی اهل امریکا بوده یکی از موفق‌ترین ورزشکاران بندبازی جهان است. او سال 2014 برای آنکه زن‌های بیشتری را به این بازی جذاب دعوت کند تصمیم گرفت با این نماد توفلی بازی کند و به یگان مشکلی از بند گذشت. جالب است که آن روز هوا بارانی بود و این کار او را سخت‌تر می‌کرد. شاید برای ما غیر ممکن باشد، اما این برای فیستیکی مثل آب نوشیدن است. توپ بسکتبال و مسواک. زیاداً آدمانی که توپ را روی انگشتشان میچرخانند. ما این کار را غیر عادی نمی‌دانیم. جالبش چرخاندن این توپ با مسواک دهانشان است. داستان این روزا درباره جالبترین رکوردهای جهان است و این چرخاندن توپ بسکتبال برای مسواک است. شاید به نظر شما این کار بی‌معنی و مسخره نماید، اما در دنیا افراد زیادی هستند که برای پیروز شدن در این کار کوشش زیاد میکنند. 1 ژانویه سال 2019 یکی از این آدمان رکورد را شکست. یک مرد هندوستانی توانست توپ را با مدت 68 تا از 115 ثانیه روی مسواک دهانش بچرخاند. سندیپ سینگ رکورد پیشینه را که 64 از 10 ثانیه بود بشکست و با 4 ثانیه فرق رکورد نو را گذاشت و نامش را در تاریخ ثبت کرد. سندیپ گفت با آسانی میتواند رکورد خودش را هم شکند و اگر کسی خواهد با او رقابت داشته باشد رکورد او را نیز خواهد شکست. الکس هالند. یکی از ترسناکترین و خطرناکترین کارهایی که بشر انجام داده است همین کار است. الکس هالند امریکایی 33 ساله کاری کرده است که تا حال کسی نتوانسته آن را کند. 3 ایون سال 2017 الکس به یاردن و به یگان وسیله محافظتی به قلعه ال کاپیتان برآمد. بله، به یگان وسیله محافظتی ریسک کرد و جانش را به خطر گذاشت. کوچکترین خطر یا لغزش باعث مرگش میشد، اما او به قدرت خودش ایمان داشت و این کار را انجام داد. او در 3 ساعت و 56 دقیقه 883 و از 9 متر را صعود کرد و در بین صخره‌نوردان یکی از موفق ترین ها شناخته می شود. تا حال هیچ کس با این شرایط به آن بلندی نرسیده است و کار الکس خیلی خطرناک بود. به نظر شما کدام یک از این رکوردها سخت‌تر و جالب‌تر بود؟ فکر و نظرات خود را نویسید.